به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. الهه ها، نویسنده جوزف کمپبل هستش و آقای عباس مخبر هم این کتاب رو ترجمه کردن. این کتاب توسط نشر مرکز در سال 1400 چاپ شده و در دسته نظریات و مکاتب فلسفی و هسته‌شناسی قرار داره. امیدوارم که از این کتاب زیبا خوشتون بیاد و با من همراه باشید تا این کتاب رو با همدیگه کشفش کنیم. ابتدا مشخصاتی از آقای جوزف کمپبل رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با همدیگه ورق میزنیم. جوزف کمپبل نویسنده و آموزگار امریکایی به دلیل کارش در حوزه اسطوره‌شناسی تطبیقی بیشترین شهرت را دارد. او در سال 1904 در شهر نیویورک به دنیا آمد و از همان سالهای کودکی به اسطوره‌شناسی علاقه‌مند شد. به خواندن کتاب‌های مربوط به سرخپوستان امریکا علاقه فراوان داشت. از موزه تاریخ طبیعی امریکا در نیویورک دیدن کرد و مسحور مجموعه دیرک‌ها یا دیرک‌های توتمی این موزه شد. کمپبل در دانشگاه کلمبیا تحصیل کرد. در ادبیات قرون وسطی متخصص شد و پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد در این رشته مطالعات خود را در دانشگاه‌هایی در پاریس و مونیخ ادامه داد. در سالهایی که خارج از امریکا بود، تحت تاثیر هنر پابلو پیکاسو و هانری ماتیس، رمان‌های جیمز جویس و توماس مان و مطالعات روانشناختی زیگموند فروید و کارل یونگ قرار گرفت. این تجربیات کمپبل را به عنوان نظریه‌ای هدایت کرد که همه اسطوره‌ها و حماسه‌ها در روان انسان با هم پیوند می‌خورند و در واقع تجلیات فرهنگی نیازی جهانی به تبیین واقعیات اجتماعی، کیهانشناختی و معنوی‌اند. پس از گذراندن سالهایی از زندگی در کالیفرنیا و آشنایی با جان اشتاینبرگ و ادریت و زیستشناس امریکایی، ابتدا در مدرسه کاتربری و سپس در سال 1934 در گروه ادبیات کالج سارا لارنس به تدریس مشغول شد. بعد سالهای طولانی این کار را ادامه داد. در سالهای دهه 1940 و 1950 به سوامی نیکیاندا در ترجمه اوپانیشادها و بشارت سری راما کریشنا یاری رساند. همچنین آثار پژوهشگر آلمانی هاینریش زیمر را در زمینه هنر، اسطوره‌ها و فلسفه هند ویرایش کرد. در سال 1944 همراه با هنری مورتون رابینسون کتاب راهنمای اساسی شب عزای فینگان‌ها را منتشر کرد. نخستین کار مستقل او، قهرمان هزار چهره، در سال 1949 منتشر و بلافاصله استقبال شد و به زودی به عنوان یک اثر کلاسیک مورد تحسین قرار گرفت. کمپبل در این مطالعه اسطوره قهرمان بر این نظر است که الگوی واحدی از سفر قهرمان وجود دارد و همه فرهنگ‌ها در اسطوره‌های قهرمانی گوناگون در این الگوی پایه‌ای مشترکند. همچنین در این کتاب شرایط پایه‌ای، مراحل و نتایج سفر قهرمان کهن الگویی را بررسی می‌کند. جوزف کمپبل در 1987 درگذشت. در سال 1988 مجموعه تلویزیونی مصاحبه‌های او با بیل موبرز با عنوان قدرت اسطوره میلیون‌ها نفر را با دیدگاه‌های کمپبل آشنا کرد. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه ورق بزنیم. این کتاب اسرار الوهیت زنانه رو برای ما روشن می‌کنه. درباره الهه بزرگ، بسیاری از مشکلاتی که زنان امروز با آنها مواجهند از این واقعیت ناشی می‌شود که آنها در جهان وارد عرصه‌ای از عمل می‌شوند که پیش از این
به مردان تعلق داشته و برای آنها الگوی اسطوره شناختی مؤنث وجود ندارد. در نتیجه زن خود را در مناسباتی رقابتی با مردان می‌بیند و در این راه ممکن است رنگ و بوی طبیعت خود را وانهد. او برای خودش چیزی است و رابطه این چیزی با جنس مذکر همواره به مدت حدود 4 میلیون سال نه رقابت رویارویی بلکه همکاری در آزمون مشترک استمرار زندگی و حمایت از آن بوده است. نقش زیست‌شناختی او به دنیا آوردن و بزرگ کردن فرزندان و نقش جنس مذکر حمایت و نگهداری بوده است و این هر دو نقش از نظر زیست‌شناختی و روانشناختی کهن الگویی هستند. اما اتفاقی که اکنون افتاده بر اثر اختراع جاروبرقی توسط مردان این است که زنان تا اندازه‌ای از چنگ قیود سنتی خانواده رهایی یافتند. آنها وارد میدان جستجو برای شکوفایی استعدادهای فردی شدند که برای آنها الگوهای مؤنثی وجود ندارد. علاوه بر این، آنها در دنبال کردن مسیر خاص خود به مثابه شخصیت‌های متمایز بر صحنه می‌آیند که یوغ تأکیدهای کهن‌الگویی بر نقش زیست‌شناختی را به کناری می‌افکند، در حالی که روان آنها هنوز بار اسارت در چارچوب این قیود را به دوش می‌کشد. نیایش غم‌انگیز لیدی مکبث مرا از چنگ جنسیت برهان حرف دل ناگفته بسیاری از این هماوردان تازه در جنگل مذکر است. اما نیازی به این کار نیست. در وضعیتی که این برهه تاریخی در برابر زنان قرار داده است، بسیاری از آنها به شیوهی زنانه برخورد می‌کنند و به آن پاسخ می‌دهند. اینکه شکوفایی فردی نه در قالب کهن الگوهای زیست شناختی و نه در گرو تقلید از جنس مذکر است، باید تکرار کنم که در اسطوره شناسی ما برای زنانی که فردیت خود را جستجو می‌کنند الگویی وجود ندارد. برای مردان نیز الگوی ازدواج با زنان فردیت یافته وجود ندارد. ما در این زمینه همدردیم و باید به اتفاق هم این مشکل را حل کنیم، اما نه با احساساتی گری، بلکه با همدلی و تقویت صبورانه رشد یکدیگر. جایی خوانده‌ام که یکی از نفرین‌های کهن چینی این است که امیدوارم در زمانهای جالب به دنیا بیایی. زمانه‌ای که در آن به سر میبریم زمانه بسیار جالبی است که در آن برای رویدادهای پیش رو هیچ الگویی وجود ندارد. همه چیز در حال تغییر است، حتی قانون جنگل مردانه. دوره‌ای از سقوط آزاد به درون آینده است و هر کسی باید راه خود را پیدا کند. مدل‌های قدیم کارایی ندارند و مدل‌های تازه هنوز شکل نگرفتند. در واقع این ما هستیم که با شکل دادن به زندگی‌های جالب مدل‌های جدید را خلق می‌کنیم و این کل مفهوم چالش جاری است. ما اجداد عصری هستیم که در حال آمدن است، پدید آورندگان ناخواسته اسطوره‌های حمایتگر آن و الگوهای اسطوره‌ای که با زندگی خود الهام بخش خواهند بود. بنابراین به معنای کلمه واقعی این لحظه آفرینش است، زیرا همانطور که میگویند هیچ کس شراب تازه را در مشک کهنه نمی‌ریزد، چون مشک کهنه می‌ترکد. آنگاه هم شراب از بین می‌رود و هم مشک. شراب تازه مشک تازه می‌خواهد. انجیل مرقس صفحه 22. ما قرار است فراهم آورندگان مشک‌های تازه برای شرابی تازه و قوی باشیم، شرابی که هنوز از آن جرعه‌ای بیشتر نچشیده‌ایم. الهه در دوران پارینه سنگی. در هنر پارینه سنگی، نقاشی‌های غار در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا مربوط به حدود 30 تا 10,000 سال قمری میلادی جنس مؤنث در قالب پیکرک‌های کوچکی نشان داده می‌شود
که کاملا برهنه و معروف به ونوس است. تن این اله جادوی اوست. هم به مردان الهام می‌بخشد و هم ظرف کل زندگی بشر است. بنابراین جادوی زنان جادوی اولیه و متعلق به طبیعت است. در مقابل مرد همواره در حال ایفای یک نقش نشان داده می شود و دارد کاری انجام می دهد. حتی امروز هم زنان را از جنبه زیباییشان و مردان را از جنبه کاری که می توانند انجام دهند، انجام داده اند و یا اینکه کارشان چیست نشان می دهیم. زندگی در آن روزگار از قبایلی تشکیل می شد که کارشان شکار و گردآوری خوراک بود. زنان ریشه های گیاهان و دانه ها و میوه ها را جمع‌آوری می کردند و به شکارهای کوچک می پرداختند و مردان شکارهای بزرگ و خطرناک و دفاع از همسران و دختران در مقابل متجاوزان را بر عهده داشتند. زیرا زنان غنایمی ارزشمند و جالب بودند. تیر و کمان هنوز اختراع نشده بود. شکار و جنگیدن از فاصله نزدیک انجام می گرفت. حیواناتی که شکار می شدند فراوان بودند. از ماموت‌های پشمالو و کرگدن‌ها گرفته تا خرس‌های عظیم الجثه، گله‌های گاو و شیرها. چنین شرایطی که صدها هزار سال دوام داشت، پیکرهایی که امروز در آنها سفره گرفته ایم تحول یافت و کارکردهایشان تثبیت شد. نوعی تقسیم ریشه‌ای دنیاها و علایق زنان و مردان نیز ایجاد شد. این کارکردهای جداگانه صرفاً انتخابی زیست‌شناختی نبود، بلکه نوعی تعلیم دیدگی اجتماعی در دو جهت کاملاً متفاوت نیز بود. پیکرک‌های کوچک زنان نه در غارهای نقاشی شده بزرگ که متعلق به مناسک مردان بود، بلکه در سرپناه‌هایی پیدا شده‌اند که خانواده‌ها آنجا زندگی می‌کردند. هیچ کس در اعماق تاریک، نمناک و خطرناک غارها زندگی نمی‌کرده و این مکان‌ها به آیین‌های جادوی مردانه تعلق داشتند. تبدیل کردن پسران به مردان جسور، یاد دادن مناسک شکار به آنها، آرام کردن حیوانات با برگزاری این آیین‌ها، سپاسگزاری از آنها برای تقدیم کردن زندگیشان و بازگشت جادویی زندگیشان به زهدان مادر همه ما زمین، یا زهدان تاریک، عمیق و پرهیبت خود غار بزرگ، برای تولد دوباره فرم‌های حیوانی زیبا روی دیوارهای سنگی، این نخستین معبدهای انسانی، زهدانهای الهی زمین که بعدها به کلیساهای جامع یا کلیساهای مادر تبدیل شدند. فرم‌های نطفه‌ای گله‌های حیوانی در دشت‌های آکنده از حیوانات در دنیای بالا هستند. شگفت‌آور است که وقتی در تاریکی مطلق عمق این غارها هستید و حس جهتیابی خود را به کلی از دست می‌دهید، دنیای روشن بالا فقط یک خاطره و دنیایی سایه‌وار است. واقعیت در این عمق است. گله‌ها و همه زندگی در آن بالا ثانویه‌اند. از آنجا سرچشمه می‌گیرند و به اینجا باز می‌گردند. در شماری از این غارهای بزرگ با پرسش‌هایی از رهبران آیینی مواجهیم. شمنها، شعبده‌بازان و یا هر چیز دیگری که بودند. آنها به خلاف پیکرک‌های کوچک ونوس‌ها برهنه نشان داده نمی‌شوند، بلکه دارای لباس و نقابند و کاری انجام می‌دهند. مثال زیبای آن تصویر معروف به جادوگر غار سه برادر است، اما نمونه‌های دیگری هم هست. آنها همواره به صورت‌های نیمه حیوانی نقاب زده‌اند و به عنوان جادوگران شکار بزرگ کاری انجام می‌دهند. جادوی مذکر و مؤنث در کشاکش و سازگاری. شواهد موجود نشان می‌دهند که میان جادوهای مؤنث و مذکر در مراحل ابتدایی شکار و گردآوری خوراک نه تنها تنش وجود داشته، بلکه گاهی به خشونت فیزیکی منجر می‌شده است. در اسطوره‌های شماری از جوامع بسیار ابتدایی به نام پیگمی‌های کنگو
و اوناهای تیرا دل فوئگو با افسانه‌ای به شرح زیر مواجهیم. در آغاز همه قدرت‌های جادویی در اختیار زنان بود. سپس مردان همه آنها را کشتند و فقط جوانترین دختران را زنده نگاه داشتند که آنچه را مادرانشان می‌دانستند نیاموخته بودند و مردان این دانش را نزد خود حفظ کردند. در واقع در یکی از سکونتگاه‌های بزرگ دوران پارین سنگی در جنوب فرانسه در لاسل تعدادی پیکرک زنانه شکسته پیدا شده است که تصور می‌رود روزگاری تعمداً شکسته شده‌اند. به طور کلی جایی که افسانه مردانه‌ای از این نوع و جامعه مردانه‌ای از مناسک مخفی وجود دارد، با ابداع مجمعی از ارواح در هیئت موجودات نقابدار زنان را سخت مرعوب می‌کردند. اما جالب اینجاست که به نوشته کالین ترومبول در مواردی نادر که زنان نیز در مناسک بسیار مقدس مردانه شرکت می‌کردند، این حقیقت سردی آشکار می‌شد که آنها همه چیز را درباره مناسک مردانه می‌دانند و باز هم آنها را موجوداتی دارای قدرت اصلی و برتر به رسمیت می‌شناسند. این نظام باور دوم نظامی ثانویه است و نه به طبیعت بلکه به نظام اجتماعی مربوط می شود و به شیوهی پیچیده در نوعی بازی اجتماعی سودمند تظاهر کردن مورد موافقت اعضای هر دو جنس قرار می گیرد. زندگی جاودان یا زنانگی جاودان ما را به سوی خود می کشد. گفته گوته هستش. این گفته گوته در فاوست سرنخ طلایی کتابی است که در دست دارید. در فاصله سالهای 1972 تا 1986 کمبل بیش از 20 درس گفتار و کارگاه درباره الهه‌ها برگزار کرد و طی آنها به بررسی چهره‌ها، کارکردها، نمادها و مضمون‌های الوهیت زنانه پرداخت و تغییر و تحول آنها را دنبال کرد. او در 1000 توی فرهنگ و زمان این کار را همانطور انجام داد که تسئوس به راهنمایی نخ آریادانه انجام داده بود. این کتاب نشان می‌دهد که کمبل چگونه فرایند شکوفایی یک الهه بزرگ و تبدیلش به الهه‌های متعدد را در تخیل اسطوره‌ای دنبال می‌کند. او از مطالعات ماریا گیمومو تات در زمینه اروپای کهن نوسنگی تا اسطوره‌های سومری و مصری و از اودیسه حماسی هومر و کیش رازآمیز الئوسی یونان تا افسانه‌های آرتوری قرون وسطی و رنسانس نو افلاطونی الوهیت زنانه را دنبال و بررسی می‌کند. وقتی به این مطالب رسیدم با این چالش مواجه شدم که تعهد عمیق کمبل به بعضی مضمون‌ها و نقش‌مایه‌ها در مواردی با جزئیات بیشتر در آثار دیگر او آمده است. یکی از مضمون‌های مورد علاقه او تحول و تداوم قدرت نمادین و کهن‌الگویی الوهیت زنانه به رغم تلاش‌های یک سنت دینی 2000 ساله یکتاپرست و پدرسالار برای حذف الهه‌ها بوده است. من بخت دسترسی به درس گفتارهایی را داشتم که کمبل در آنها به روشنی ساختاری روایی فراهم آورده تا با آن استخوان‌بندی و انگاره‌های مربوط به الهه‌های بزرگ را تشریح کند. این درس گفتارها پژوهش‌هایی هستند در مضامین نمادین، اسطوره شناختی و کهن‌الگویی الوهیت زنانه که از دیدگاه کمبل محتوای آنها تشرف به اسرار همه جا حاضری است که از خلال زمان و مکان و جاودانگی تجربه می‌شوند. تحول زندگی و مرگ و انرژی خودآگاهی که الهام بخش کل زندگی است و به آن جان می‌بخشد. درس گفتارهای الهه‌ها که محتوای این کتاب را تشکیل می‌دهند برآمده از کار کمبل روی
اطلس تاریخی اساطیر جهانند. کمبل در این کار عظیم چند جلدی که از 1974 آغاز شد، به دنبال در هم تنیدن رشته‌های گوناگون قومی و فرهنگی اسطوره و سنت‌های قدسی در پرده‌ای بود که بازی متقابل ریشه‌های جهانی و کهن‌الگویی روان را در تجلیات فرهنگی خاص آن نشان دهد. او در مطالعاتش به کار درخشان و پیشتاز ماریا گیموبوتاس در مورد الهه‌های بزرگ دوران نوسنگی اروپای کهن رسید. کار گیموبوتاس او را در این عقیده راسختر کرد که الهه بزرگ چهره آسمانی اصلی نخستین دریافت‌های اسطوره‌ای از جهان بوده است و قدرت‌هایی که در کار گیموبوتاس معرفی شده‌اند ریشه‌های آن چیزی هستند که او در الهه‌های اساطیر و سنت‌های قدسی بعدی مشاهده می‌کرد. در آغاز کتاب اطلس تاریخی، الهه‌های دوران پارین سنگی مضمون عمده را تشکیل می‌دهند. کمبل به بررسی یافته‌های گیموبوتاس در عرصه تحول و تجلی تخیل اسطوره‌ای می‌پردازد. او بینش‌های ژرف گیموبوتاس را در زمینه الهه بزرگ و کهن‌ترین ریشه‌های اسطوره‌ای و فرهنگی آن در بستن داستان بزرگتر و نامکشوف تحول تخیل انسان قرار می‌دهد. طی 3 دهه گذشته و از زمانی که کمبل این درس گفتارها را ایراد کرده تا به امروز، مطالعه اسطوره‌شناسی الهه پیشرفت‌های زیادی کرده است. امیدوارم این کتاب پاسخی باشد به این فکر که کمبل صرفاً بر قهرمان مذکر تاکید داشته و به الهه‌ها، اساطیر آنها یا پرسش‌ها و دغدغه‌های زنانی که می‌خواهند در پرتو این داستان‌ها به درکی از خودشان برسند بی‌توجه بوده است. گفتمان نیمه قرن 20 که این کتاب از دل آن بیرون می‌آید، معطوف به درکی عمیق‌تر از این پرسش است که ما خود را در مقام فرد و جمع چگونه می‌شناسیم. این درس گفتارها حساسیت کمبل را نسبت به بی همتایی فرم زنانه در اسطوره و اینکه برای زنان چه معنایی میتواند داشته باشد نشان میدهد. کمبل اهمیت والای روح مؤنث و ظرفیت خلاق آن را برای وارد کردن معنای تجربیات زنانه در قالب اسطوره‌ای و خلاق درک میکرد و به آن احترام میگذاشت. این موضوع را هدیه و چالش دوران ما می‌دانست و به تلاش زنان در انکشاف و شکل دادن به این سفر ارج می‌دهد. در تدوین این اثر از روال روایی تاریخی بدان گونه که در درس گفتارها بازتاب یافته تبعیت کردم. کتاب مزین به عکس‌هایی است که کمبل از آنها استفاده کرده و بسیاری از آنها را می‌توان در سایر آثار منتشر شده او نیز دید و نشان می‌دهند که چگونه تصاویر و اساطیر الهه‌ها با کل پیکره کار کمبل عجین می‌شوند. روشی که در تدوین به کار گرفتم تکیه بر آثار پژوهشگرانی است که کارشان مورد استفاده کمبل بوده است. جین الن هریسون، ماریا گیموبوتاس و کارل کرنی از این جمله‌اند. در عنوان‌بندی‌ها از 2 روش استفاده کردم: نقل قول از پژوهشگرانی که کمبل به کار آنها متکی بوده است و آثار پژوهشگران پسا کمبلی که در دهه‌های پس از درگذشت کمبل در عرصه‌های اسطوره‌شناسی، دینی و فرهنگی گام‌هایی برداشتند. منابع پیشنهادی برای مطالعه شامل آثار پژوهندگانی است که کارشان در این حوزه اهمیت کلیدی دارد و به منظور درک عمیق‌تر مطالب مطرح شده بسیار مهمند. هدف آن بوده که این گفتمان را در پرتو دستاوردهای پس از دهه 1980 دنبال و کار کمبل را در عرصه سنت الوهیت زنانه با نظام‌های اسطوره‌شناختی جوانتر و بزرگتر یکپارچه کنیم. این کتاب به افتخار میراثی تدوین شده است که جوزف کمبل و ماریا گیموبوتاس برای ما بر جای نهادند. میراثی که به ما الهام می‌بخشد و ما را
به چالش می‌کشد. بدون وجود رابرت والتر، رئیس بنیاد جوزف کمبل، این کتاب نوشته نمی‌شد. او این پروژه را با همان روحیه‌ای به من واگذار کرد که تدوین آثار هاینریش زیمرمن پس از مرگش به کمبل واگذار شد. از او متشکرم. در پایان کتاب را به الوهیت زنانه تقدیم می‌کنم که با همه نام‌ها و جذابیت‌هایش ما را به سوی خود می‌کشد. سافران روسی، سانتا باربارا، کالیفرنیا، 24 می 2013. این هم در انتها مقدمه‌ای بود از سافران روسی که این کتاب رو تدوین کرده. امیدوارم اگر از این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید و با الوهیت زنانه بیشتر آشنا بشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.